به نظرت 1000 سال دیگه زمین چه شکلی میتونه باشه؟ این دقیقاً موضوع اصلی انیمیشن ماست. اولین انیمیشن سریالی سازندگان شانس و تلس شده به اسم واندلا. داستان در مورد یک نوجوان کنجکاو به نام اواست. اون از وقتی به دنیا اومده توی پناهگاه زیرزمینی زندگی میکرد و هیچ وقت سطح زمین رو ندیده بوده. همه چی براش امن و امان بود تا اینکه تو سن 16 سالگی زندگیش از نواختی در میاد و مجبور میشه پا بذاره به بیرون این زیرزمین. حالا دیگه زمین اون زمینی نیست که ما تصورش رو میکردیم. سایره‌ای عجیب با موجوداتی عجیب‌تر، شهرهای شگفت‌انگیز و طبیعتی که آدم رو میخکوب به خودش میکنه. اوا تو این مسیر با اوتو موجودی بزرگ و مهربون و ریوندر یه بیگانه تندخو ولی مرموز هم تیمی میشه. اونا مجبورن خطرها رو پشت سر بذارن تا اوا جواب سوالهای مهمش رو پیدا کنه. اینکه خودش کیه، خونه‌اش کجاست و تو دنیای عجیبی که گیر کرده چجوری میتونه دوست پیدا کنه و زنده بمونه. این سریال علمی تخیلی آخر ماجراجویی. اگه دنبال انیمیشن و فیلم‌های خاص می‌گردی، ما رو دنبال کن.